باشه بریم ببینیم. خب حامیم شعر و ملودیای خیلی خوبی داره، ولی ما اینجا از لحاظ صدا سازی داریم خواننده ها رو بررسی میکنیم و نکته مثبتی که میتونیم از حامیم بگیم اینه که صداش هواداره و این باعث میشه که بتونه احساس آهنگ رو خیلی خوب منتقل بکنه، ولی این هوا خیلی زیاده، یعنی بیش از حده و باعث میشه که صدا فالش بشه، یعنی نتونه صداشو کنترل کنه. خب دهنشو اصلا باز نمیکنه، همیشه باستا هستش و اینم دوباره یه عاملیه که نتونه کنترل خوبی رو صداش داشته باشه و هی داره صدا این ور اون ور میشه، فالش میشه. ساپورت مناسبی نداره، اصلا ساپورت درست نیست و این باعث میشه که فشار کاملا روی تارهای صوتی حس بشه.